یادت نره تو دنیای دیجیتال مارکتینگ که امروزی این کار واسه کسب و کارت از نون شبم واجب تره. سئو محلی واسه خیلی از کسب و کارها ضروری، اما واسه یه سری از کسب و کارها واجب تر و ضروری تره. مثل کدوم کسب و کارها؟ کسایی که خدماتشون رو داخل دفتر ارائه میدن، فروشگاه حضوری دارن و میخوان مشخصات و آدرس فروشگاهشون برای مشتری‌ها قابل رؤیت باشه. فرض کن من یه مشتریم، میخوام بیام فروشگاه حضوری، نمیتونم زنگ بزنم بگم آدرستون کجاست که. پس بهترین راه ثبت آدرس داخل گوگل مپه. حالا چه مزایایی داره؟ علاوه بر آدرس و اطلاعات دقیقتون، باعث میشه کسب و کارتون دیده بشه و آدرس سایتتون هم میتونید داخلش بذارید. این کار باعث افزایش بازدید سایتتون هم میشه. چون عموما صاحب کسب و کارها با گوشی فعالیت میکنن، بریم با گوشی آموزشش رو بدم که همتون راحت بتونید انجامش بدید. اولین قدم برای ثبت کسب و کارمون داخل گوگل مپ موبایلمون رو باز میکنیم. این کار چون یه نوع مشارکت با گوگل مپ، کانتریبیوت رو باید انتخاب کنیم. اد پلیس رو انتخاب میکنیم. یه سری فیلد راجع به کسب و کارمون از ما میگیره. تو قسمت نیم نام کسب و کار یا برندتون رو وارد کنید. تو قسمت کاتگوری دسته‌بندی متناسب با کسب و کارتون رو وارد کنید. اگه دسته‌بندی دقیق نباشه گوگل تایید نمیکنه یا بعداً به مشکل میخورید. تو قسمت آدرس میتونید لوکیشن دقیق کسب و کارتون رو تایپ کنید یا داخل مپ لوکیشنتون رو از طریق نقشه پیدا کنید و داون رو بزنید. و در آخر برای دیتیل بیشتر به مشتریاتون میتونید ادمو رو بزنید. فیلد اول ساعت کاری کسب و کارتون. در فیلد بعدی میتونید شماره موبایل کسب و کارتون و آدرس سایتتون هم قرار بدید. تو دنیای دیجیتال مارکتینگ هرچی فعالیتتون داخل گوگل بیشتر باشه، یه پوان مثبت برای کسب و کارتون محسوب میشه. و در آخر میتونید یه عکس متناسب با کسب و کارتون وارد کنید که کاربر احساس بهتری داشته باشه و گزینه سابمیت رو بزنید. به همین راحتی.